دیروز زنگ زدم به یکی از شرکت‌های نظافتی تا بیان خونه رو تمیز کنن. عالی بود. خانم با چند تا مواد ساده خونه رو برق انداخت. اول جوش شیرین و صابون ظرفشویی آب با هم مخلوط کرد و یه بافت خامه‌ای در آورد. بعد ریخت تو این شیشه‌های سس و حسابی تکونش داد. بعد باهاش سرویس بهداشتی و آشپزخونه رو برق انداخت. گفت ما اصلا موقع شستشو از وایتکس استفاده نمی‌کنیم. گفت برای خودت یه دونه از اینا درست کن داشته باشی چون به دستم آسیب نمیرسه. گفت هم خوشبویی هم خونه رو برق میندازه. خدایی دمش گرم عالی شد. بعد پودر شوینده رو با جوش شیرین و نمک و اکسیدان قاطی کرد به این صورت. بعد قشنگ منسجمش کرد و گردشون کرد. گذاشت یه مقدار خشک بشه. بعد ملافه‌های سفیدم رو توش شست مثل برف سفید شد. گفت از اینا درست کن هر موقع خواستی لباساتو بشوری یه دونه بنداز تو ماشین لباسشویی. وای نمیدونی دوشک تختمو چقدر تمیز کرد. اونم چی با چند تا مواد ساده که اصلا فکرشو نمی‌کردم. جوش شیرین رو با خمیر دندون و صابون مایع و اکسیدان با هم مخلوط کرد. بعد یه مقدار داخلش آب ریخت. یه هولم انداخت توش. بعد برداشت و یه اتو داغ و گذاشت روش و تختمو باهاش تمیز کرد. واقعا تمیز شد. گفت اینطوری هم تمیز میشه هم ضد عفونی. گفت گرمای اتو باعث ضد عفونی دوشک تختت میشه. پردار که شستیم اومدیم وصلشون. گفت اگر میخوای نخ نوار پردت آویزون نباشه این کارو بکن. چند تا سنجاق برداشت و با فاصله به این صورت سنجاق. بعدم پرده رو نصبش کردیم. خیلی عالی بود. حالا به افتخارش یه لایک خوشگل بزن. پیج منو حتما فالو کن و همراه هم باش. تا هرچی طرفن یاد میگیرم یادتون بدم.